زمستان رفته‌و نوروز آید، بشارت هر کجا خوشروز آید. ندا آمد ز پشت کوی فریاد که امشب نزد ما فیروز آید. نوروز جشن نیاگان ماست، جشن است که نسل را به اصل میرساند. فرصت خوب است برای از دل بیرون کردن و به سوی بسویی روان نمودن کینه و عداوت هاست. این است که مردم سربلند، مهمان دوست و مهمان نواز ما آمدن نوروز را با یک شکوه و شهامت خاصه و البته با رعایت و اجرای عنعنه و سنت های نیک نیاگان استقبال میگیرند. مادر جان، نوروزی هم در آستانه در است. من یک به نزد دوگانه هایم روم کنی ببینم آنها چگونه پیراهن های نوروزی را آماده نمودند. مایلش دختر جانم بر وقت برگردد که سرفه نوروزی را گشوده میکنه. خوب شده. مایلش خوب.
بهاری سبز و تر شاد آمدی، از قدم‌های دلم گل میکند، ای عروسی رهگذر شاد آمدی. بر ملک خدا داده این مردمی آزاده، بر تاجیک آزاده نوروز مبارک باد. بیاید دوگانا جان، یک مصلحت، هر سال نوروزی رو خودمون جشن میگرفتیم. این سال دخترهایمون جشن گیرن. کنی چی آماده میکرده باشن؟ همین سال دراز دخترم را در برم در آشخانه گرفتم. کنی بینیم که دخترایمان چه طعام تیار کرده میتوانند. نان از شمار آن مقدسات است که انسانیت در همه دور و زمان به آن نیاز دارد. اگر درستتر اندیشه رانیم، انسان را بدون نان تصور کردن نشاید. از این رو نان مقدسترین ثروت مادی حیات انسان است و در ردیف دیگر ثروت‌های مقدس معنوی انسان جای دارد. ما شکرانه از این همه آبادی و سرسبزی میکنیم و امروز در خاندان هر یک تاجیک دسترخوان شادی و مراد گسترده شده در هر یک خاندان روی دوستان باز است. دوستان عزیز، در ادامه نمایش نوروزی اینجا پختن نان به عهده من واگذار شده است و امید بر آن می‌بندم که نان‌های پخته من خوبتر برآیند. بینندگان عزیز، برای آنکه نان‌های میپخته من بزید نآیند، ما اینجا از اپای زلخمار خواهش نمودیم که به من در آشخانه کمک رسانند. اپای زلخمار، نوروزی عالم افروز را برای شما مبارکباد میگویم و تشکر به شما که امروز مرا در آشخانه تنها نگذاشتید و برای من راضی شدید که کمک رسانید. اینجا الکی خمیر آماده کرده شده است و اپای زلخمار خمیر را چگونه راست میکنیم؟ باید اول یک تاش را شما راست کنید و پس آن دومینش را من. بینندگان عزیز، عادتاً برای راست نمودن خمیر بانوان اصولهای مخصوص را با دست اجرا می نمایند، ولی در آشخانه طبق نانپزان اینجا از تیرک های مخصوص و یا تخته چوب ها استفاده می برند. ببینید روند کار آنها چگونه است و شما هم یاد گیرید. اپای زلخمار می گفتید که شما بار اول در تنور در سن چند سالگی نان پخته اید و هنر نانپزی رو از کی آموختید؟ من از مادرم آموختم. چند ساله بودید؟ 17 ساله بودم، یک بار نان پختم. نانهای شما بار اول نسوختن؟ سوختم. نمی‌هراسیدید از گرمی تنور، از انمون دیدن علنگه آتش؟ در دلتان ترس نبود؟ ترس بود و خیر. یک دوتا سوزاندیم، غلطاندیم، یاد گرفته. بینندگان عزیز، چونانه که آگاه گشتید، نانهای اولین مراتب پخته اپای زلخمار نیز افزودن و سوختن. اگر اینجا نانهای پخته من نیز سوزند، سخت ایراد نگیرید. اپای زلخمار ببینید که من از عهده‌اش برآمده ایستادم. نه البته. اکنون باز چی کار میکنه؟ با دست خیلی میکنه. با دست. حالا فرصتی آن رسیده است که چنین عملها را با دست اجرا نماییم. نوبتی گل پردازی به فکرم فرا رسید. سرول شما. بینندگان عزیز، باید قید نمایم که در شرایط خانه من چندین مرتبه نان پختم و یادرس میشم که هنر نانپزی را به من بیبیم آموزانیدند، ولی در معرکه نوروزی برای آن که نانهای پخته من با صفت اعلی برآیند، اینجا اپای زلخمار برای من کمک رسانیده ایستادند. هر یک کدبانو برای خود هنگام پختن نان مخبر مخصوص را
интихоб менамояд ва ҳар як мухбар дорои нақшҳои гуногун мебошад. Вобаста ба табу завқи хеш метавонед шумо низ чунин мухбарҳои гулпардозишударо интихоб намоед. мо нонҳоро рост намуда шудем ва фурсати ба танур часпонидани онҳо низ фаро расид. мо инҷо нонҳоро гулпардозӣ карда шудем. Ҳоло фурсати он расидааст ки нонҳоро ба танур часпонем ва албатта дар ин раванди кор ба ман апаи Зулхумор ҳамоно кӯмак мерасонад. шумо низ бинандагони азиз раванди кори моро бо диққат назар афканед ва натиҷаашро бо чашми сар бубинед. барои ман муваффақият. бинандагони азиз, инҷо танур хеле тафсон аст ва ман остинчаро мепӯшам. апай Зулхумор, шумо нони аввалинро тайёр кунед ва ман часпонам. мо ба танур об намезанем? Не, об тайёр. Тандур тайёр аст. барои қулайтар шудана шояд остинчаро гирам. пушти нонро инҷо об кардам. барои он ки нон дар танур хубтар часпад, онро хуб об мекунем. об карда шудем. акнун боз ба танур мечаспонем. бинандагони азиз, инак пас аз гузашти якчанд муддат нонҳои мо низ омода шуданд ва ин лаҳза рӯи танурро кушода сурхии нонро мебинем ва пас он шурӯъ мекунем ба кандани онҳо аз танур. нонҳои мо ба пуррагӣ омода шуданд. бубинед дӯстони азиз, ҳамаи онҳо шаклан якхела мебошанд ва як хел сурх гардиданд. барои ҷилои бештар ин лаҳза ба рӯи нонҳо об пошида мешавад. апай Зулхумор, биёед нони аввалро шумо канед аз танур ва сипас ман. ба шумо ман кӯмак мерасонам. бинандагони азиз, чуноне ки дидед, ҳангоме ки аз танур кандани баъзе нонҳо мушкил аст, мо ана ин оҳанро истифода мебарем. хуб,
اجازت است که نانهای منبده رو من کنم. بینندگان عزیز، خوشبختانه فرصت به ما دست داد که ما همه نانهای در تنور بوده را از تنور کنیم. و اینک نانهای پخته ما. بینندگان عزیز، چونانه که در بالا ذکر نمودیم، همه نانهای ما شکلن یک خیلن و ببینید جلوی بیشتری دارند. اینجا ما از اپای زلخمار اظهار منتداری بیان می نماییم که در رفتی آماده نمایی همین کلچه های زیبا و روغنین مرا تنها نگذاشتند و به من کمک خود را دریغ نداشتند. منتدار از شما، بار دیگر نوروز شما مبارک باشد. رحمت به شما. عجم جشنی وطن می آید، بزم و طرب در انجمن می آید. نوروزی عجم جشنی وطن می آید، بزم و طرب در انجمن می آید. هر شاعری دل داده به یک اجازه، هر شاعری دل داده به یک اجازه، باشه و ای تازه در سخن می آید. عجم جشنی وطن می آید، بزم و طرب در انجمن می آید. نوروزی عجم جشنی وطن می آید، بزم و طرب در انجمن می آید. نوروزی عجم جشنی وطن می آید، نوروزی عجم جشنی وطن می آید، نوروزی عجم جشنی وطن می آید. در گردی خوان نوروز
خویش و تبار و یاران، دورن یا که نزدیک بایسته جمع آیند. باشد که سیر بینند سالی دراز همراه، با همدیگر بینازند با همدیگر بپایند. نوروز به نوبهار کی میبینم، گلها را به 6 قطار کی میبینم. گلها را به 6 قطار در فصل بهار، دنیا را به یک قرار کی میبینم.
ادامه دارد برنامه نوروزی ما. بینندگان عزیز، عین حال ما آمدیم نزد این گل دختران و باید ببینیم که در برابر آماده نمودن برنامه‌های تلویزیونی در آشخانه چی مهارت دارند. عین حال ما در نزد مهینه و شهلا قرار داریم. باید قید نماییم که مهینه و شهلا برندگان برنامه سرعت میباشند. بیاید از آنها میپرسیم. خب مهینه، شما عین حال کدام نوع خورش را آماده نموده ایستادید؟ این خورش نامش افتابک می باشد و خیلی خورش بامزه می باشد و برای همین این خورش را من مورد گرفتم که در این جشن آماده نمایم. آماده نمایش باری اول است و یا یک چند مرتبه آماده نموده اید؟ من یک چند مرتبه است که این خورش را آماده می نمایم، بسیار در جشن ها و اساسا در نوروزی خیلی خورش بامزه می باشد. خب با مزه بودنش را پس از تیار شدنش میبینیم. شما چی شهلا کدام نوع خورش را آماده نموده ایستادید و میگفتید که برای چی در نزد شما اینقدر کبودی های زیاد است؟ عین حال میخوام خورش بهاری را به شما آماده نمایم و از سببی که در بهار بسیاری از انامین گونه سبزوات ها بسیار میبرویند و از همین سبب میخوام انامین گونه خورش رو پیشنهاد نمایم. از این برمیآید که شما استعمال کبودی ها را زیاد دوست می‌دارید، همین طور نه؟ بله. به هر دوی شما من موفقیت می‌خواهم. تشکر. ما باشد میرویم نزد دیگر دختران. بینندگان عزیز، فرهناز و دلنازه حاجت به معرفی ندارند، زیرا که سالیانی زیاد است بهر شما برنامه زیبای کودکانه انگوبین و احیای هنر را آماده می نمایند. گمان میکنم که در برابر من به شما نیز بینندگان عزیز خیلی جالب است که آنها چگونه خود را در آشخانه نشان میداده باشند. بیاید میبینیم. فرهناز، عین زمان شما چی آماده نموده ایستادید برای آرا دادن دستورخوان نوروزی ما؟ البته هر یک دستورخوان بدون شیرینی معنی ندارد و من چون امروز همگان خورش‌ها و خوراک‌های بهاری را آماده میکنم، من تصمیم گرفتم که برای چطور میگویند دسرت یک نوع شیرینی با لذت را آماده نمایم. اینجا ما میبینیم که شیرینی شما الکی نیم تیار است. راستش را گویید، آن را خودتان آماده نمودید و یا مادرتان آماده کرده است؟ نه، البته خودم آماده نمودم، زیرا من الکی تجربه زیاد دارم در این ساحه و از عده پختنی هر نمود شیرینی ها میبرایم. تا کدام اندازه فرهناز راست میگوید، ما اینجا پس از آماده شدن شیرینیش میفهمیم. دلنازه، شما چی آماده نموده ایستادید؟ ما اینجا میبینیم که در نزد شما علفهای بهاری است. چطوری که میدونیم در هر یک نوروزی یعنی همچون انعنه باید خوراک‌های ملی آماده نماییم. در برابر خوراک‌های ملی دسترخوان ایدانه یعنی انمان نوروزی را به سمبوسه تصور کردن ممکن است و من تصمیم گرفتم که انامین دسترخوان زیبای ایدانه را با سمبوسه‌های زیبا آرا دهم. چون دلنازه برنامه احیای هنر را میبرد، بیشک او میتواند که سمبوسه را با خوبی اجرا نماید. البته به این خود شما در رفت آماده نمایی او آگاه خواهید شد. البته به دلنازه باوری هست، به من نه. بینندگان عزیز، در هر یک میز ما اینجا شماره زیادی کبودی ها و سبزوات ها رو میبینیم. از این برمیآید که خانه نوروزی ما در حقیقت هم و مثل خانه بهاری گسترده می شود. اینجا ما در نزد نازنین و صاحبه قرار داریم. میبینیم که اون نیز به مثل دلنازه از علف های بهاری
چی غذایی را آماده می نماید؟ نازنین شما کدام نوع طعام‌های ملی را اینجا آماده نموده ایستاده اید؟ من اینجا با استفاده از کبوتی بیچک آماده می نمایم. آماده بیچک خیلی آسان می باشد و هر یک کدبانو می تواند آن را در خانه تیار نماید و استعمال نماید. می گفتید که انامین بیچک ها را در تفدان آماده می نمایند و یا در روغن می پزند؟ در روغن. پس شما برای موفقیت می خواهیم. صاحبه شما کدام نوع طعام را اینجا آماده نموده ایستاده اید؟ در اینجا من شکرابی تاجیکی آماده می نمایم. برای شکراب اینجا می بینم که در نزد شما سبزیجات های زیادی هستند و خوب پرتر می گفتید که کدام نوع محصولات را استفاده می برید؟ در شکرابی تاجیکی با ما پمیدار، بادرنگ، قرنفل و پیاز در کار می شود. فطیر و چکه لازم نمی شود؟ البته لازم است. بینندگان عزیز اینجا صاحبه کمی به هیجان راه دادند و چنانه که می بینیم همه آن محصولات هایی که برای آماده نمودن شکراب تاجیکی لازمند در نزد او هستند و می بینیم که شکراب را با کدام یک مهارت خوبی خوش صاحبه اجرا می نمایند. برنامه نوروزی ما ادامه دارد، ما را در ادامه همراهی نمایید. شبامی دنیای هوسامی تو شهد لبامی مهتاب شبامی دنیای هوسامی آهسته آهسته تو سرسری چشمک میزنی و دل میبری میانی ماه و رویای زمان تو بهترینی و جلوه‌گری تو شهد لبامی مهتاب شبامی دنیای هوسامی تو شهد لبامی مهتاب شبامی دنیای هوسامی
شبامی دنیای هوسامی تو شهد لبامی مهتابی شبامی دنیای هوسامی نه نه نرو نه نه نرو نه نه نرو ناز من نه نه نرو نه نه نرو همدم و همراز من تو شهد لبامی مهتابی شبامی دنیای هوسامی تو شهد لبامی مهتابی شبامی دنیای هوسامی نوروز و نوبهاران بر گلرخان مبارک این روز شاد و خرم بر کودکان مبارک رسید ایام نوروزی در عالم سبزه می روید که بلبل در بیابانها نشانی سبزه می جوید انواع زمین گلچین هفت از سین و هفت از چین بالا گذر و بنشین نوروز مبارک باد
نوروز مبارک باد، نوروز جهانی شد. گل بر سری تارک باد، نوروز جهانی شد. هفسین شکر آمیز، بر سینی سحار آمیز. هفشین خطارک باد، نوروز جهانی شد. بهار آمد صدای بلبل آمد، نسیم و فارمی بوی گل آمد. لباسی سبز را صحرا به بر کرد، کلاهی سبزه آلو به سر کرد. پس از باریدن باران نیسان، چه زیبایند دشت و کوهساران. بهار آمد چمن گل پوش آمد، دل ما بچگان در جوش آمد. دویدیم و به سوی باغ رفتیم، همه مانند گل بالیده گفتیم. به باغ ما درختی ناک روید، اناری لاله رنگ و تاک روید. همان سالی که آنها بار آرند، به ما خرسندی بسیار آرند. گلی بوستانی تو در کشوری پرشانی تو، من یک گلی بوستانی تو در کشوری پرشانی تو. با آب و نانت زنده ام در پیکری من جانی تو، با آب و نانت زنده ام در پیکری من جانی تو. ای تاجیکستان کشورم مهرت به جان پرورم، ای تاجیکستان کشورم مهرت به جان پرورم.
یاد خوش دیلم زلیخا عزیز دیلم زلیخا یاد خوش دیلم زلیخا عزیز دیلم زلیخا باور مکن که لحظه است غافلم زلیخا باور مکن که لحظه است غافلم زلیخا تو عشق اولینی تو عشق آخرینی تو عشق اولینی تو عشق آخرینی خواستنی من زبانی نیست با خونی من نجینی خواستنی من زبانی نیست با خونی من نجینی از دو چشماش مگو از میومیناش مگو از نگاهاش مگو از قد و بالاش مگو چقدر دل براش سرگردانی مگو عاشقت عاشق این دیوانی مگو چقدر دل براش سرگردانی مگو عاشقت عاشق این دیوانی مگو یاد خوش دیلم زلیخا عزیز دیلم زلیخا یاد خوش دیلم زلیخا عزیز دیلم زلیخا باور مکن که لحظه است غافلم زلیخا باور مکن که لحظه است غافلم زلیخا از دو چشماش مگو از میومیناش مگو از نگاهاش مگو از قد و بالاش مگو چقدر دل براش سرگردانی مگو عاشقت عاشق این دیوانی مگو چقدر دل براش سرگردانی مگو عاشقت عاشق این دیوانی مگو یاد خوش دیلم زلیخا عزیز دیلم زلیخا یاد خوش دیلم زلیخا عزیز دیلم زلیخا باور مکن که لحظه است غافلم زلیخا باور مکن که لحظه است غافلم زلیخا تو عشق اولینی تو عشق آخرینی تو عشق اولینی تو عشق آخرینی خواستنی من زبانی نیست با خونی من نجینی خواستنی من زبانی نیست با خونی من نجینی روزگار است شادی و بالندگی است حکمت نوروز تو سازندگی است با تو ای نوروز ای عیدی بهار باز زیباتر جهان و زندگی است نوروز و نو بهار آمد چون گل در خمار خواهم زردالو عروس و بیت شه شد این توی به هر دیار خواهم دوستان عزیز ادامه دارد نمایش نوروزی ما مهارت گلدختران را در سر میز دیدیم. اکنون اینجا در آشخانه کدبانوهای ماهر ما به پختن آشی پلو و آشی توپای تاجیکی مشغولند. چنانه که میبینید الکای آشی پلوی ما آماده گردیده است و آن را انا همین کدبانو لوبتای آماده نمودند. باید پرسان میشویم که این کدام نوعی آش است. میگفتید که آش پخته شما به کدام منطقه خاص است؟ چون ما میدانیم که در هر یک منطقه آش را به طور خاص میپزند. این آشی یغنوبگی است. خیلی خوب و بگوید که کدام محصولات ها می رود؟ چون ما اینجا بسیار از محصولات های را میبینیم که به شبهه درونی همین دیگ آش را رنگارنگ نموده ایستادند. آش ما از پیاز، برنج، سبزی، گوشت، لیمو و سیر پیاز آماده کرده شده است. خیلی خوب چون مادام که آش آماده است بیاید آن را بلالی میگیریم. چی گفتید؟ خب چک چک بارانی بار شیرینم
شد بیدار در دل غمی درینم از ناز لال آزار شد بیدار در دل غمی درینم از ناز لال آزار наврӯз шуду лолаи хушранг баромад, булбул ба тамошои дафу чанг баромад. мурғони ҳаво ҷумла бикарданд парвоз, мурғи дили ман аз қафаси танг баромад. مادرجانم مادرجان غلط است بیار که در تمام عالم تو مادرجان نگانه مغزم تو دانه.
در لبه کی بام شیشتگی کی باشه، یاره کی خطیش مگشتگی کی باشه. مردما میگن طلبگارش بسیاره، مردما میگن طلبگارش بسیاره. بریم بگنش فلانی هم دل داره. سلسله قطاره یار سلسله داره، گوشوار گوشیناره. گل رشکی بهاره، هی گل رشکی بهاره. شام در لبکی بام در خلوت شام. گفتن یاری تو بچن کس آوازه شیده، افسانه و آوازه و دروازه شیده. گفتن یاری تو بچن کس آوازه شیده، افسانه و آوازه و دروازه شیده. غوغا نکنین جان مکدین غود لباد، غوغا نکنین جان مکدین غود لباد. نشم نزنین زخمی دیلم تازه شیده، نشم نزنین زخمی دیلم تازه شیده. در لبه کی بام شیشتگی کی باشه، یاره کی خطیش مگشتگی کی باشه. مردما میگن طلبگارش بسیاره، مردما میگن طلبگارش بسیاره. بریم بگنش فلانی هم دل داره. شمالکی میده آه میده میده، شمالکی میده آه میده میده. با پیشکی یارو میروم گل چیده چیده، با پیشکی یارو میروم گل چیده چیده. شمالکی میده آه میده میده، شمالکی میده آه میده میده. شمالکی میده آه میده میده، شمالکی میده آه میده میده. رقصیده بیا خنده بلد نکن کاممه، شمالکی میده. خندیده بیا قهری نکن تو بشراممه، شمالکی میده. رقصیده بیا خندیده بیا، خندیده بیا رقصیده بیا. بهانه نجو بهار بیا گلی باداممه، بهانه نجو بهار بیا گلی باداممه. شمالکی میده آه میده میده، شمالکی میده آه میده میده. با پیشکی یارو میروم گل چیده چیده، با پیشکی یارو میروم گل چیده چیده. شمالکی میده آه میده میده، شمالکی میده آه میده میده. بهار آمد بهار آمد، گلی سبزن قطار آمد. به دهقان وقت چیکار آمد، بهاری لاله‌زار آمد. بهار آمد به نکروزی، بپوش گلهای نوروزی. بچین تاقی زردوزی، بهاری لاله‌زار آمد. گلی سیاه گوش هفت رنگ است، خوراکی کبکی دلتنگ است و از او دلها خرسند است. بهاری لاله‌زار آمد. بر تاجیکستانی عزیز نوروز می آید چه خوش، نوروز زیبای عجم فیروز می آید چه خوش. درد و غم دیرین را از خاندان دور افکنید، شادی به پایان ما امروز می آید چه خوش.
مرغی سحر شیر و شکر رنگی پیسر خواهرکم مرغی سحر شیر و شکر رنگی پیسر خواهرکم حلقه بمو لاله برو غنچه بمو خواهرکم حلقه بمو لاله برو غنچه بمو خواهرکم چمن چمن گلی سومن جانگی من خواهرکم چمن چمن گلی سومن جانکی من خواهرکم نوپرو با دانه خال کنی سوال خواهرکم نوپرو با دانه خال کنی سوال خواهرکم نوپرو با دانه خال کنی سوال خواهرکم خواهرکم دوستان عزیز اینک کار در آشخانه به انجام رسید و گلدختران کوشش نمودند که دسترخوان را به قدر امکان زیبا آرا بدهند. بیاید میبینیم که خالجان های ما امروز به هنر و مهارت کدبان ها چگونه بها گذاری خواهند کرد. در اینجا خیلی شکرابی خوب آماده کرده است صاحبه، فقط که روغن در بالایش نمیرسد، همش به قاعده قانونش است. یعنی شما از شکرابی آماده نموده صاحبه قناعتمند هستید، همینطور نه؟ بله. البته هر یک اراده که از جانب خالجان ها اینجا گرفته می شود، دختران کوشش می نمایند که در روز و روزگار آینده خویش آن را حتما مورد استفاده قرار بدهند. این خورش‌ها خیلی زیبا آماده کرده شدند. ما از دخترها راضی هستیم که من این دسترخوان خیلی زیبا آرا دادند. دختران ما خیلی خوراک‌های با مزه تیار کردند. رحمت همه هنر از دست دخترای ما میآید. من خیلی از این دخترها باوری دارم که همه هنر رو دارن دخترای ما. ما دخترها نیز از فرصت مناسب استفاده برده و همین خالجان ها که ما را در آشخانه تنها نگذاشتند و کمک نمودند تا ما خوراک‌ها را از روی همون قانون و قاعده که هست آماده نمودیم. بار دیگر به شما اظهار منتداری بیان می نمایم. این همه آمادگی ها، این همه هنر و مهارتی که روی دسترخوان میبینید واقعا هم زحمت شما است. شما هستید که ما را در آشخانه راهنمایی نمودید، به ما هنر آموزانیدید و امروز ثمره آن را روی دسترخوان میبینید. تشکر زیاد به یکایک شما. بینندگان عزیز، یادآور میشویم که چهاربینی امروزه ما در آشخانه طبق برگزار گردیده است. نمایش نوروزی ما باشد اینجا به انجام میرسد. برای شما در انتها سعادت روزگار را تمنا داریم. خیر عزیزان، هر روزتان نوروز باد، نوروزتان فیروز باد.